با نام و یاد خدا. در این ویدئوی آموزشی به بررسی جعبه فرمان با توان کمکی هیدرولیکی میپردازیم. جعبه فرمانها با توان کمکی رو به جعبه فرمانهای هیدرولیکی، جعبه فرمانهای الکتروهیدرولیکی و جعبه فرمانهای الکتریکی تقسیم میکنیم. استفاده از جعبه فرمانهای هیدرولیکی باعث میشه راننده با نیروی کمتری غربیلک فرمون رو بچرخونه و کنترل و هدایت خودرو به نحو مطلوبی انجام بشه. جعبه فرمان با توان کمکی هیدرولیکی از دو قسمت جعبه فرمان مکانیکی و مکانیزم کمکی تشکیل شده. در خودروهای سواری این امکان وجود نداره که صرفاً از مکانیزم هیدرولیکی استفاده کنیم، چرا که ایمنی فرمان اهمیت خیلی بالایی داره و در صورتی که صرفاً از جعبه فرمان هیدرولیکی استفاده کنیم، اگر در حین حرکت مشکلی برای این جعبه فرمان پیش بیاد، کنترل خودرو از دست راننده خارج میشه. به همین دلیل لازمه که جعبه فرمان هیدرولیکی و جعبه فرمان مکانیکی در کنار هم در خودرو وجود داشته باشن. اما در ماشینالات راهسازی و کشاورزی به دلیل سرعت کم این ماشینالات میتونیم از فرمانهای تمام هیدرولیک استفاده کنیم. ماشینالات راهسازی و کشاورزی عمدتاً در فضای محدود کار میکنن و به طور مثال حتی اگر شیلنگی از مجموعه فرمان هیدرولیک پاره بشه و روغن هیدرولیک هم تخلیه بشه، منجر به حادثه نمیشه. اما در خودروی سواری در صورتی که تنها سیستمی که برای فرمان استفاده میکنیم فرمان هیدرولیک باشه، در صورت پارگی یکی از این شیلنگ ها، روغن هیدرولیک کاملا تخلیه میشه و دیگه فرمانی در اختیار راننده قرار نمیگیره. در فرمان هیدرولیکی از فشار تولید شده توسط پمپ هیدرولیکی برای کمک به حرکت چرخدنده شانه‌ای و کاهش نیروی دست راننده استفاده میشه. پمپ هیدرولیک هم نیروی مورد نیازش رو توسط تسمه و پولی از میلنگ میگیره و فشار هیدرولیکی توسط تجهیزاتی که به جعبه فرمان شانه‌ای اضافه شده توان سیستم رو افزایش میدن. خب روی شفت ورودی فرمان شیر هیدرولیکی تناسبی نصب میشه. با دوران غربیلک فرمان موقعیت شیر تناسبی تغییر میکنه و باعث میشه روغن وارد جک هیدرولیکی بشه. روغن با توجه به جهت دوران غربیلک به سمت چپ و یا راست جک وارد میشه و باعث حرکت پیستون داخل جک میشه. با توجه به اینکه پیستون جک به چرخدنده شانه‌ای متصله، چرخدنده شانه‌ای هم همراه با جک حرکت میکنه و باعث فرمان دادن به چرخ‌ها با نیروی بیشتر از نیروی دست راننده میشه. سیستم فرمان هیدرولیکی یک سری اجزای اختصاصی داره که به اونها اشاره میکنیم. یکی از قسمت‌های فرمان هیدرولیک مخزن مایع هیدرولیکه که روغن هیدرولیک در این مخزن ذخیره میشه. قسمت بعدی پمپ هیدرولیکه. نیروی پمپ هیدرولیک با استفاده از این پولی از طریق موتور تأمین میشه. قسمت بعدی مجموعه شیر تناسبی و جک هیدرولیکیه. البته در این مجموعه پینیون و شانه‌ای هم قرار دارن. اینجا میتونیم شیر تناسبی و جک هیدرولیکی رو مشاهده کنیم. این میله به غربیلک فرمان متصل میشه و میاد امتداد پیدا میکنه تا به پینیون میرسه. پینیون هم به شانه‌ای متصله. شانه‌ای هم به مجموعه جک هیدرولیکی متصله. این قسمت شیر تناسبیه که 4 تا مجرای ورود و خروج داره. یکی از این مجراها روغن را از پمپ شیر هیدرولیکی وارد میکنه. مجرای بالایی روغن رو به مخزن ذخیره روغن هیدرولیک تخلیه میکنه. مجراهایی هم که در این قسمت مشاهده میکنید از طریق لوله هایی به دو طرف این پیستون متصل میشن. در جعبه فرمان هیدرولیکی پیستون جدا کننده قسمت چپ و راسته. وقتی که روغن پرفشار از طریق پمپ وارد شیر تناسبی میشه و از یک از این مجراها خارج میشه، روغن وارد قسمت جک هیدرولیکی و پشت این پیستون میشه و به دلیل فشار روغن پیستون رو به سمت چپ حرکت میده. در طرف مقابل هم روغنی که در اینجا قرار داشته از طریق این لوله تخلیه میشه و به مجموعه مخزن برمیگرده. با توجه به اینکه این میله و پیستون به مجموعه شانه‌ای متصل هستن، حرکت این قسمت باعث حرکت کل مجموعه فرمان میشه.
یکی از مهمترین قسمت‌ها در مجموعه فرمان هیدرولیکی شیر تناسبیه. شیر تناسبی یک شیر 4 راهه 3 حالته است. یعنی 4 تا مجرا برای ورود و خروج روغن داره و در 3 حالت گردش به راست، حالت عادی و گردش به چپ کار میکنه. در مرکز شیر تناسبی یک میله پیچشی قرار داره. میله‌ای که از جنس فنره و به اون تورشن بار هم گفته میشه. میله پیچشی با حرکت غربیلک فرمان تغییر موقعیت میده و باعث باز شدن و بسته شدن مجراهای ورودی و خروجی میشه. با باز و بسته شدن ورودی و خروجی های مجراها حالت های گردش به چپ، گردش به راست و حالت عادی فرمان به وجود میاد. در اینجا شکل مدار هیدرولیکی شیر تناسبی رو مشاهده میکنید. وقتی که میگیم این شیر تناسبی 3 حالت است، یعنی اینجا 1 حالت، 2 حالت و 3 حالت مختلف داریم. و وقتی که میگیم این شیر 4 راه است، یعنی اینکه 4 تا مجرا برای ورود و خروج روغن داره. ارتباط پیدا کردن مسیرهای روغن به هم دیگه باعث ایجاد حالتهای مختلف میشه. در حالت عادی فرمان، یعنی زمانی که گردش به چپ و یا راست وجود نداره، هر 4 مجرای شیر تناسبی به هم وصل هستند. یعنی از پمپ به سمت چپ و راست جک ارتباط وجود داره، از پمپ به مخزن هم ارتباط وجود داره. در واقع این 4 تا مجرایی که اینجا مشاهده میکنید همه به هم ارتباط دارن. اما در زمانی که فرمان به سمت چپ گردش میکنه، مسیر پمپ به سمت راست جک باز میشه. یعنی روغن پرفشار از طریق پمپ میاد و وارد سمت راست جک هیدرولیکی میشه. از طرفی روغن سمت چپ جک هم به مخزن روغن تخلیه میشه. یعنی روغنی که از قبل در سمت چپ جک وجود داشته از طریق این لوله و شیر تناسبی وارد مخزن ذخیره میشه. در این شرایط روغن پرفشار در این قسمت باعث فشار به پیستون میشه و پیستون به سمت چپ حرکت میکنه. حرکت پیستون به سمت چپ باعث میشه که شانه‌ای رو هم دنبال خودش به سمت چپ حرکت بده و در این حالت گردش به چپ با کمک فرمان هیدرولیک انجام میشه. در گردش به راست فرمان مسیر پمپ به سمت چپ جک باز میشه و روغن از پمپ فرمان وارد سمت چپ جک میشه. از طرفی روغن سمت راست هم وارد مخزن ذخیره میشه تا همزمانی که از این سمت روغن داره وارد این قسمت سیلندر میشه، از این قسمت هم روغن تخلیه بشه. با توجه به فشار روغنی که پشت این پیستون قرار میگیره و اتصال این میله به شانه‌ای، گردش به راست با کمک فرمان هیدرولیکی انجام میشه. خب اگر بخوایم نتیجه گیری اینجا داشته باشیم، بعد بگیم که مجموعه فرمان هیدرولیک مکمل فرمان مکانیکی عمل میکنه. اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که به این دلیل که پمپ هیدرولیکی با میلنگ ارتباط مستقیمی داره و نیروی خودش رو از میلنگ میگیره، از زمان روشن شدن خودرو تا زمان خاموش شدن خودرو این پمپ فعال میمونه و حتی در زمانهایی که نیاز به استفاده از فرمان هیدرولیک وجود نداره، باز هم این پمپ فعالیت خودش رو ادامه میده و همین باعث میشه که از خودرو انرژی تلف بشه. خب یکی از راههایی که این مشکل برطرف بشه اینه که از فرمانهای الکتروهیدرولیکی استفاده کنیم. در فرمانهای الکتروهیدرولیکی نیروی پمپ از موتور الکتریکی تأمین میشه و در زمانی که نیاز به استفاده از پمپ هیدرولیک وجود نداره، موتور الکتریکی پمپ رو غیر فعال میکنه و در کاهش پیدا نکردن توان موتور تأثیر مثبتی داره. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. ممنونم و خدا نگهدار.